On July 11, 2009, supporters of democracy in Iran held a rally at the U.S. Capitol. Speakers included students who were arrested 10 years ago in the student uprising known as the 18th of Tiyar. Before I invite our next speaker up here, I want to bring your attention to an event that is taking place here in Washington, D.C. on July 18th, Saturday, July 18th, from 5 to 6 p.m. Iranian Americans here in Washington are going to form a human chain from the Office of Iran's Interest section on Wisconsin Avenue to the front door of the Office of the United Nations. The event is taking place again on July 18th from 5 to 6 p.m. and there's a green flyer that looks like this over on the table that I mentioned earlier that has all the details. Our next and final speaker at today's event is Mr. Kianush Sanjari. He is a former member of the Jabhe Mottaheda Danishjui. He was banned from continuing his university studies in art at Sama University because of his political activism and his pro-democracy activities. He was arrested on 9 different occasions and spent a total of 2 years in jail. Today he will talk to us about the crucial importance of supporting the movement that is unfolding in Iran right now. Aghay Sanjari. قدم بلند در اومد جاش بده ببخشید چرا خوبه سب شد خانم آقایان از تک تک شما سپاسگزاریم من و دوستان من که امروز اینجا در حضور شما بودن تا همبستگی خودمون رو با تک تک معترضین مردم معترضی که این روزها توی خیابون‌های تهران بودند و با سرکوب خانه‌نشینشون کردند اما همچنان بالا پشت بوم‌های خونه‌های خودشون فریاد بر علیه دیکتاتوری سر میدند رو سپاسگزارم از حضور تک تک شما. مرگ بر دیکتاتور! 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 ما اینجا هستیم که اعلام کنیم دولت برآمده از کودتای احمدی نژاد نماینده واقعی مردم ایران نیست. ما اینجا هستیم تا اعلام کنیم دولت‌های غربی نباید با دولت برآمده از کودتای خامنه‌ای و احمدی نژاد وارد مذاکره و معامله بشوند. ما دانشجویان اینجا هستیم تا اعلام کنیم که در کنار مردم ایران هستیم. اگر در ایران نمیتوانیم باشیم و امیدوار هستیم یک روز بتوانیم به وطن برگردیم. به وطن آزاد. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 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 مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. درود بر شما. در 18 تیر ماه خب دوستان در مورد فاجعه 18 تیر ماه صحبت کردن. حکومت حمله کرد به خوابگاه دانشگاه دانشجویان و خیلی از اونها رو مضروب کرد، کشت، به زندان انداخت و شکنجه کرد. دولت احمدی نژاد هم این بار در بحبوحه اعتراضات مردم به نتیجه تقلبات گسترده در انتخابات لباس شخصی ها حمله کردند به کوی دانشگاه. دوشنبه 25 خرداد و فاجعه دیگری رو رقم زدند و به این گونه خشم خودشون رو از اعتراض مردم، از بیداری و هوشیاری مردم و دانشجویان ایرانی نشان دادند. ما با همه اونها اعلام همبستگی میکنیم و خب دیگه من بیشتر صحبت نمیکنم چون میخوام یک به جز گروه کیوس که اینجا هستن و من ازش خیلی تشکر میکنم از آرش صبحانی و همینطور از خانم لونا شاد، میخوام بگم که آقای فرامرز اصلانی هم اینجا در جمع ما هستن. بله این بار
هنرمندان ما در هر کجای دنیا که هستن اعلام همبستگی کردن با مردم معترض ایران و این نشانگر یک همبستگی بین المللی هست. من از دوستان خودم دعوت میکنم احمد، کوروش و حسن و نازنین عزیز و اکبر عصری تشریف بیارن اینجا. دوستان عزیز، خانم رودی بختیار، آقای زارزاده، بله با شما هم صدا کردم، آقای احمد باطبی باید سر شلوغ باشه چون خب دیگه آدمایی که مشهور باشن اونجاست. آقای باطبی تشریف بیارید. تمام این بچه‌ها در زندان شکنجه شدن، آزار دیدند و الان در حضور شما همبستگی خودشون رو با مردم آزادیخواه ایران اعلام میکنن. زنده باد ایران! زنده باد ایران! زنده باد ایران! زنده باد ایران! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! زنده باد آزادی! زنده باد آزادی! درود بر شما. Ayatollahs must go! Ayatollahs must go! Ayatollahs must go! لطفاً حضور داشته باشید. گروه کیوسک اینجا هستن تا برنامه بعدی رو با شما باشن.